زمانی که خدای عزوجل به فرشتگان دستور میدهد که بیاورین نامه های اعمال بندگان مرا، نامه های اعمال را میآورند، همه اونجا انتظارن که کی کامیاب است و کی ناکام. پدر از پسر فرار میکنه، پسر از پدر فرار میکنه، دختر از مادر، مادر از دختر، شوهر از همسر فرار میکنه، تک و تنها، هیچ کس در کنارت نیست. ما در دنیا به خاطر اینکه دل زن خود را، دل فرزند خود را به دست بیاوریم 100 بار الله را ناراض کردیم، 100 بار رسول الله را قلبش را شکستاندیم، 100 بار الله جل مجده را نافرمانی کردیم برای اینکه همسر ما راضی شود، برای اینکه رفیق ما راضی شود. اما بیخبر از این هستیم که روز قیامت هیچ کس به درد ما نمیخورد. الله چه میفرماید؟ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این دعای حضرت ابراهیم خلیل است. چه دعا میکند؟ خدایا در روز قیامت مرا رسوا نکن، ولا تخزنی یوم یبعثون، روز قیامت مرا رسوا نکن. چند بار در دعای این دعا را کردی که خدای روز قیامت مرا رسوا نکن؟ چه روزی است؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به کس نفع میرساند و نه اولاد به کس نفع میرساند مگر کسی که دارای قلب با ایمان است. قلب با ایمان است، قلبی که محبت الله، قلبی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل او موج میزند. گفت در همون لحظه ای که نامه های اعمال آورده می شود، من محمد هم نمیدانم که به کدام دست من نامه اعمال داده می شود. الله اکبر. گفت در این لحظه من کسی را سراغش را نمیگیرم. یا رسول الله، در جای سوم، مکان سوم کجاست؟ عرض کرد عایشه جان، وقتی که در کنار پل صراط استاد میکند همه را، وقتی در کنار پل صراط استاده میشویم، اونجا همه به فکر خود هستند که چی کسی سقوط میکند به جهنم، چی کسی از سر پل صراط عبور میکند. عزیز من، بیاییم به خاطر همون روز خطرناک این روز خطرناک را تحمل کنیم. هوا خیلی سرد است، ولی سردی هوا ارزش ندارد اگر رضای الله را به دست بیاوریم. یک بار بگوین جل مجده، اگر این سردی ما را اذیت میکنه، از راههای دور آمدیم، شاید طهارت ما هم تنگی بکنه، ارزش ندارد اگر در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا بزند بیا امت من، بیا امت من که امروز من تو را شفاعت میکنم. چرا در روزهای سرد زمستان از راه بسیار دور رفتی تا که کلام الله را بشنوی؟ عزیز من، دعا کنیم که الله جل مجده من و تو را از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت محروم نگرداند. اول یحبون الدنیا و ینسون الاخره. دوم یحبون المال و ینسون الحساب. محبت پول، محبت طلا، محبت زر، محبت دلار، محبت افغانی به دلشان پیدا می شود، حساب روز قیامت را فراموش می کنند. حساب روز قیامت را فراموش می کنند. از روپا از یک قطره آب سردی که نوشیدی، از لقمه که خوردی، ولا تسألن یومئذ عن النعیم، از کل نعمت ها الله روز قیامت از تو پرسان میکنه. بنده از کجا به دست آوردی؟ بنده به کجا مصرف کردی؟ پای اولاد آدم میخ میشود در زمین تا زمانی که 4 تا سوال را جواب بدهد. یک سوال ها همین است: از کجا این پول را به دست آوردی؟ به کجا به مصرف رساندی؟ از کجا به دست آمده؟ به کجا به مصرف رسیده؟ پیشتر برات گفتم این مال دنیا چند روز به دست من و توست. باور کو بعد از اینکه چشم ما بسته شد، دختر مردم به همراه پسرت میخوره، بچه مردم به همراه دخترت میخوره، همسر به همراه شوهر دیگرش میخوره، ولی من و تو روی خود را سیاه کردیم، حلال و حرام نگفتیم، از هر جای جمع کردیم.
از هر جای جمع کردیم حلال و حرام نگفتیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الله مال دنیا را به هر کسی میدهد، دوست داشته باشد یا نداشته باشد. امروز کفار چقدر مال دارن، چقدر ثروت دارن که وقت ما میبینیم از صفحات تلویزیون دیوانه میشیم که باید آمریکا بریم، چقدر بر رفاه و آسایش است اونها. نه، این مال خدا به هر کسی میدهد، دوست دارد یا ندارد، اما ایمان به کسی داده میشود که او دوست دارد. یک بار بگوین الحمدلله. این ایمان را به کسی الله میدهد که او دوست دارد. این توفیقی که الان شما از کجا آمدین؟ از کجاها آمدین در اینجا؟ این توفیق را کی داد؟ یک بار با آواز بلند الله. خب این شکرکار داره یا نداره؟ یک بار بگو الحمدلله. عزیز من، یک جمله درباره توبه هم اینجا بگویم براتون، چون همیشه من دوست ندارم کسی مایوس و ناامید شود. مرد در بنی اسرائیل 20 سال خدا را پرستش کرد، 20 سال الله را پرستش کرد، بهترین عبادت میکرد، گریه ها میکرد، نمازها میخواند. ناگهان رفیق ناخلف پیدا شد، این را از راه بیراه کرد و گمراه شد. از راه بیراه شد و گمراه شد. وقتی حضرت حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه که زنده بود، 5000 4000 3000 نفر اونجا بودن، فریاد میکردن. بعد از این که بزرگوار از دنیا رفت، کسانی از مخلصینش بودن که به من خبر رسوندن که جناب مولانا همون که گریه میکرد الان شراب می نوشد، همون که گریه میکرد الان زنا میکند. عزیز من، هم نشین بعد این دنیا خودش دشمن من تو هست، این نفس دیگر دشمن، هم نشین ناخلف دیگر دشمن، این مال و ثروت دنیا دیگر دشمن، اینها همه دشمن هستند. همیشه نه، فقط فرد ولی هستن عزیزانی که مخلصین صاحبی بودن الان اینجا هستن. این سبها که فریاد میزنن مخلصین همونها هستن. 20 سال عبادت خدا میکند، بعد از راه بیراه میشود، شروع میکند به معصیت و گناه. هیچ گناهی نیست که انجام نمیدهد. عزیز من، وقتی انسان یک بار از راه بیراه شد، وقتی امون قید و بندگی خدا را لجامش از دهن خود کشید، باز دیگر او پروای هیچ گناه نداره. هنوز سنش به 60 رسیده هنوزم گناه میکنه، به 70 رسیده هنوزم راحت گناه میکنه، هیچ ترس ندارد. چرا؟ انسان بی حیا میشه وقتی گناه زیاد شد، قلب انسان میمیرد. پس ما در وقت مصیبت، در وقت رنج، در وقت غم کدام طرف میریم؟ الله میگیم. پس در وقتی که به رفاه و آسایشی هستی، به نعمت هستی، چرا نام از او یاد نمی کنی؟ حضرت مولانا خدا رحمتت کنه، من این شعرش بسیار زیاد دوست دارم. چی میگه؟ وقت مرگ و درد آن سو میخمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی. وقتی مهنت گشتی الله گو، چون که مهنت رفت گویی راه کو. چند اندر رنج ها و در بلا، گفتی از دامم رها کن ای خدا. تا چون این خدمت کنم احسان کنم، خاک اندر دیده شیطان کنم. چون رها کرد حق تو را از امتحان، همچنان هستی که بودی همچنان. در وقتی که مریض میشیم الله الله الله، وقتی که سرطان پیدا میکنیم الله الله، وقتی که نان از دست ما میرود الله الله، وقتی کسی میمیرد با صوفی میشیم، خواهرای ما بی آجی میشود. بعد از یک ماه دیگر نه خدایی هست، نه دینی هست، نه قرآنی هست. باز روز اوتل قولا برهنه، پاها برهنه، خدا فراموش شد، مرده هم یادشان رفت. نه عزیز من، نه، این ارزش ندارد. در وقتی که به خوشی هستی، وقتی که خدا به تو نعمت داده، اون وقت بگو الحمدلله، اون وقت بگو الحمدلله. گریه کن، چرا؟ هر لبخند دنبال خود گریه دارد، هر نعمت دنبال خود غم دارد، هر خوشی دنبال خود غم دارد. این مرد بنی اسرائیل شروع میکند به گناه و معصیت، آنقدر گناه و معصیت میکند، 20 سال دیگر گناه و معصیت میکند. یک روز از روزها نزدیک آینه میرود، نگاه میکند که چند تا تار ریشش سفید شده.
چند تا تار ریشش سفید شده، یک بار وجودش به تکان می آید که علامه اسرائیل آمد، پیام اسرائیل آمد، نامه اسرائیل آمد. بعد همین جا قلبش درد می کند، صدا می زند ای پروردگار، آیا به بنده ای که 20 سال از تو دور خوابیده است، به بنده ای که 20 سال از در تو فرار کرده، به بنده ای که 20 سال به تو پشت کرده، آیا دیگر جایی هست که برگردد؟ آواز میشنود این بنی اسرائیلی، آواز میشنود، کسی را نمی بیند. در این آواز گفته می شود که 20 سال محبوب ما بودی، ما تو را محبوب خود قرار دادیم، ولی 20 سال دیگر ما را ترک کردی، ما تو را ترک کردیم. اگر الان هم بیایی در ما باز است، اگر الان هم بیایی در ما باز است. گر کافر و گبر بود پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. 1000 بار اگر توبه شکستی بازا، 1000 بار اگر توبه شکستی بازا، از سن 70، از سن 80، از سن 90، از 100 سالگی یک بار بگو الله توبه کردم، الله پشیمان شدم، الله به سوی تو برمیگردم. الله آغوش رحمت را باز میکند.